این هفته خبر تو خبر داره براتون از پس لرزه های پتک تحریم نمایش انتخابات و ناله های عظما و سگ و سیله هاش که همچنان ادامه داره. نکته ای که اینجا باید همه مسئولین و همه مردم و همه ما بهش توجه داشته باشیم اینه که یه عده‌ای نیامدن چه درصد اون بمانه، دقیقش بمانه، ولی این مملکتی که اولین انتخاباتش 98.2% بود برای انتخاب اصل نظام، یعنی در واقع 100%، چرا باید بشه 50%؟ چرا باید بشه 40%؟ چرا 60% نباید بیان؟ نیومدن. این زنگ خطر آقایان مسئولین، بررسی کنید، تحقیق کنید چرا نیامدن. این یکی هم رشته شدن پنبه های عظما رو اینطوری برملا میکنه. این همه زجه‌ای که زدیم هنوز 50% پای صندوق نیومدن. یعنی از هر 2 نفر که شرایط رای دادن داشتن 1 نفر هنوز نیومده. البته جوجه طلبایی مثل اینم پیدا میشن که میخوان صورتشون رو با سیلی سرخ نگه دارن، اما بازم مجبورن به تحریم نمایش انتخابات اعتراف کنن. 40% مشارکت داشتن تو انتخابات، 60% مشارکت نداشتن. 40% خیلی کمتر از 60%. یعنی چی؟ یعنی که فردا 60% گلایه نکنن که چرا این 40% واسه ما دارن تصمیم گیری میکنن. از همین الان هر کاری که رئیس جمهور انجام بده، یعنی اون 40% واسه شما 60% تصمیم گرفتن. حالا شما 60% هی اونجا بمونید بگید که چرا اینجوریه چرا اونجوریه، ولی شرکتی نمی‌کنید. بگذریم از این که 60% دروغیه که خودشون سرهم بندی کردن و آمار اصلی بالای 90%. حالا دیگه رئیس جمهور تازه از صندوق در اومده شونم به اپیدمی خالی بندی توی نظام ولایت اعتراف میکنه. مثل آب خوردن دروغ میگیم، مثل آب خوردن وعده میدیم و عمل نمی کنیم. چقدر حرف میزنیم پای حرفمون وای نمیستیم. حالا برادرها فکر میکنن ما خودمونو گم کردیم یا خدای نکرده کاری خواهیم کرد که زد و بندی بکنیم. این طرف خودش یکی از خالی بندای اهل زد و بنده. قبلا درباره شیخ بری اینطوری میگفت: وقتی میخوای مدیریت بکنی باید رهبریت بکنی، نه امر و نهی بکنی. چون امر و نهی میکنن. یه چنین خصلتایی رو دارن. اصلا تا حالا با ایشون دیداری داشتید شما؟ من نه. این افتخار نصیب شما. من اصلا نخواستم این افتخار رو داشته باشم. کلا آخه خیلی از نه، من معمولا اگر یکی بخواد قیافه بگیره یا مثلا، اما بعد شیخ بری و وزیر وزراش رفتن پشت همین پزشکیان و بعدش هم با هم اینطوری بغل تو بغل شدن. سلامت باشید انشاءالله. خیلی لطف کردید. خبر تو خبر. از اون طرف بشنوید از امام جمعه های عظما که میخوان یه طوری دم به این پزشکیان و به دم خامنه‌ای گره بزنن. همه اعضای هیئت دولت و کسانی که منصوب میشن از رئیس جمهور منتخب، اطرافیانشون هیچ گونه زاویه‌ای با ولی فقیه و رهبر معظم نباید داشته باشن. الان بلای سر عظما اومده که خودش هم نمیدونه دنبش دست کیه. از اون طرف بسیجی‌های آتش به اختیار هم اینطوری برای پزشکیان خط و نشون میکشن. آقای پزشکیان اگه میخواد کارش کار بشه، بارش بار بشه، باید پهلو بده و بغل کنه این تفکر جهادی رو و این تفکر جهادی سرعت بهش میده، قدرت بهش میده. بچه ها به دولتی نیامدن که به دولتی برون، به امر آقا آمدن. ما به دولت آقای رئیسی نیامدیم که به دولت آقای پزشکیان برویم. البته تعامل باندی توی نظام ولایت یه چیزی توی این مایه هاست.
هنوز هیچی نشده اینطوری افتادن به جون هم. که بیاد تو تلویزیون از فرط نداشتن برنامه میگه ندارم برنامه. من میفهمم که نمیفهمه. اینا گفتن تو برنامه نداری، فقط رو بیاره به قرآن و نهج البلاغه، بعد بزرگشون بشه خاتمی قرآن رو قبول نداره. آقای پزشکیان اومده قرآنی رو تو دست گرفته مثل قرآن به نیزه شده عمرو و عاص و معاویه. تویی که میای تو صورت نظام میزنی 60% رأی ندادن چون مخالف نظام بودن. حضرت علی فرمود 2 گروه کمر مرا شکستند، یک منافقان زیرک، یک گروه هم زاهدان احمقی که به دروغ و تهمت یکی از 4 ارکان نظام رو انقدر خراب و سیاه و بد جلوه دادن. مردم گفتن این هم حرف یه جوون خطاب به جماعت اصلاحاتی. حقیقت شبابات فکر و تفکر ما با شما این است که شما یک بیمار سرطانی رو تا لحظه آخر امید میبخشید و از واقعیت دور میکنید، اما ما پذیرای حقیقت هستیم. جمهوری اسلامی با هیچ شیمی درمانی قابل درمان نیست و ما چاره جز پذیرش بسیجیای مشنگ این کلیپ رو برای رئیسی درست کردن تا باهاش گریه کنن، اما بیشتر مایه خنده است. عظما با رئیسی و صندلیش کلی نقشه داشت، اما این بلا سرش اومد. یکی از کارهایی که نوچه‌های عظما میکنن اینه که میخوان برای رئیسی و دولتش دستاورد جور کنن، اما خودشون این بادکنک رو میتره کنن. نکته عرض بکنم خدمتتون، ما قبل از یا ایام عید قدیر بود دیگه، قبل از محرم بحث افتتاح آب بود و ما اینطوری گفتن این آبی است که از خلیج فارس اومده، و حال اون که نه، اون آب خلیج فارس نبود، اون نمادین بود. ما بعدش فهمیدیم. اگر من فهمیدم که این نمادین افتتاح نمادین، من هرگز این کار نمی‌کردم، شرکتم. این یکی هم اینطوری زیرا به خالی بندی‌های مخبر و دار دستش رو میزنه. محترم دولت اخیراً یه توییتی منتشر کردن در چارچوب ارائه دستاوردهای دولت بماند به یادگار که آب تو صدا اینقدر بیشتر شده. حالا بگذاریم که مثلا این 42 شده 93 دو برابرش اینقدر، چه جوری اینقدر شده؟ یا مثلا این 40 که 84 شده، خب دو برابرش باید بشه اینقدر دیگه. این چه جوری این نمودار اینقدر رشد کرده؟ اصلا فکر نکنید دستاوردسازی یا قصد اینه که ذهن شما رو به یه جای فلان ببرن. حالا اینو مثلا بذاریم کنار. آب تو سد بیشتر شده، شما چه حرکتی تو سد کردید که آبش بیشتر شده؟ یا مثلا سوراخ بوده، مثلا رفتید دست جمعی مثل پتروس انگشت کردید نذاشتید آبش بره؟ خب بارون بیشتر باریده، شما با ابرا رفتی یه حرکت زدی. خب دستاورد نداری، گوشت 100 تومانی کردی 800 تومن، نمیدونم تورم 150-60% شده، نمیدونم تپا دور سوم. این آب تو صد آدم دستاورد میکنه. رو باد کار میکردید آخه. فردا عملکرد خورشید و کهکشان راه شیری و نمیدونم فعالیت پرندگان و درختان هم دستاورد منتشر. حالا که تا اینجا اومدیم، حرفای این کشاورز رو هم درباره دروغای شاخدار آخوندا بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. روزنامه کیهان نوشته بود دولت با فروش روزانه 2 میلیون بشکه نفت و نقدینگی بالا، دولت تحویل دولت بعدی یعنی دولت پزشکیان میده. قلم‌های نجستتون رو ور میدارید، هر چی که دوست دارید مینویسید. دهن‌های گشادتون رو واز میکنید، هر چی که دوست دارید میگید. اگه نقدینگی داره چرا پول گندم کاراشو نمیده؟ چرا پول چای کاراشو نمیده؟ یا دروغ میگید و یا میخواید کشاورز آزار بدید. این مشنگم مغز نداشتش رو به کار انداخت و پیشنهاد صادرات پوشش ولایی رو روی میز گذاشت. مسئولین بیان پای کار،
انشالله. ما هم در حوزه پوشش‌های عفیفانه این تشکل‌هایی که درست کردیم، عرض کردم شاید 1000 تا تولید کننده باشیم، ما هم بیایم وسط این مشکل رو حل بکنیم. انشالله. خیلی مشکل ساده‌ایه، یعنی شاید مثلا بعضی تصور کنم، ولی ما به زودی میتونیم هم نیاز جامعه خودمون رو هم میتونیم صادر کننده باشیم. اینی که من عرض میکنم رو اصل تجربه دارم خدمت شما میگم، میتونیم قطب صادرات پوشش‌های ایرانی اسلامی و پوشش‌های عفیفانه. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، باره میره توی گور این اسمای در به در، غم‌ها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.